ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز برنامه تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک شهر سمرقند عظیم هستیم. برای تبریک کردن به خانواده یکی از آن ابرمردان دهه شهردمک آمدیم. امروز تبریکات را از نام شیرینتای خاندانشان، از نام کنجتای خاندانشان که در مسافرت هستند، نبیره شیرین شخصات جان آماده کردیم و از مسافرت از نام پدر مادرشان، از نام شهرمک ویسالایتی آماده کرده همراه شمایان میخواهیم با هم بینیم و میخواستیم همیشه کیفیتتان بالیده و زیبا و خوش گذرد. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور میخواهیم ناراحت کرده باشیم. همینجا تبریک کنیم در این پیش مهمانان. کدامش معقول است؟ برام هستین؟ مرحبا. مرحبا. مهمانان میخواستیم یک لحظه شما را بیرون تکلیف کنیم. عزیز پدران، مادران، خویش و تباران، سلاله کلام زاهی دفخا، همه شما را به خانواده پدر عزیزی خاندان شهردمک خوش آمدتان میگویم. برای ما لازم هستند شهردمک همراهی نوریه خاله. حتی قلسک میزنیم پیشان تکلیف میکنیم. شهردمک بید نزدیکتر. مرحبا. نوریه خاله کنی شما بید شما نزدیکتر. السلام علیکم.
شنوندگان نزدیکتر ایستید این طرف. السلام علیکم. زاد روز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را، امروز روزی بهترین نتان را برایتان مبارکباد میگویم. نوریا خاله شنوندگان چشم شما بالا چند ساله برین؟ هم خیلی پیر نشوند. همیشه صحت سلامت گردید. جشن زادروزتان مبارک باشد. امروز شنوندگان از نام کی اومدیم شما تبریک کنیم؟ نام کلم اکسا کلم پسرمو کجا باید؟ مسکو. تلفنی همونا که تلفن شد و دیگر کس ارکتای شما کدامشان بوده است؟ ارکتای ایرج شخصات جان البته با راهباری ارهمان فرزندی خوردیتان ایرجکه شخصات جان شیرین بانو از نام شاهرمکه ویسال آیتی از نام تمام مسافرانی که در مسافرت هستند گفتن بابا جان عزیزی من رفته تبریک کنید. من یاد کردم شده 1 سال شد من ما مسافری با آمده همراهی دادا جان و بی جانم. بابا جان عزیزم یاد کردیم صحت سلامت گردن. من را مگر ارکی خاندان من هستم از بالای زانشون پایین نمیفرام. همیشه همه کدگی سخنهای من برای من اجابت میکنند. خدایشان با شکر. فرزندان عزیز که صحبت کردیم البته شورادمک همراهی شاهرمکه کلیم پاشاتان صحبت کردیم. کلیم پاشا میگویند که شکر بودگشان با من این خاندان با کلین دختر شده در آمدم. هر روز و هر ساعت زنگ زده تلفن کرده از حال احوال ما خبر میگیرند. در خاندان ما چنان انسان ها هستند که یک تاشون قبلگاه باشند یک تاشون فرشته دعاگوی هستند. خدایشان مشکور همیشه صحت سلامت گردند. امروز من جشن زادروزشون جشن گرفته ایستادیم. ما عذر میپرسیم که یانشان ایستاده نتونستیم. عذر میپرسیم از آنها. برای پدر رسانید که چشمه های از محبت نون شرار دارد پدر. سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست جز جوان مردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبردی زندگی از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. پدر ما پدر قبلگاه ما تا دمی نفقه برآمدن فقط مهنت کردن مهنتی حلال کردن در کارخانه های با نفوذ شهر سمرقند رفته کار کردن و شب و روز برای ما خدمت کردن. یک بار از زبانشان نشنیدیم که بچه من هلاک شدم گفتگی سخن را نشنیدیم. بگذار هیچ وقت مانده نباشند. همیشه در سر ما همراهی مادر عزیزم خوشبخت و سعادتمند شده گردند. پیری و دولت پیری را دهد و در سر ما تاج سری طلایی شوند. زادروزتان مبارک باشد. خدا کند که شورادمک نوریا خاله به صف حاجیان سمرقند و آهنی که ما باز حاجی ها زیاد شوند گفته با یک نیت های نیک از نام فرزند عزیزتان از نام نبیره شیرینتان از نام شهرزاد جان برای هر دوتان کتاب قرآن را آوردیم. قبول کنید. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. البته شخصا موافقی طلبه شاهرمکه ویسالایتی یک پورتریت کلان را تیار کردیم. پیشکش شمایان میکنیم. بگذار آویزان خاندانتان باشد. هر بار دیده فرزند و نبیره ها را دعا کنید که دعاهای پدر مادر مستجاب است. مرحمت میکشیم پیششان. به زادروز مبارک باشد. زادروز مبارک. البته تا تیار کردن شیرینی میخواستیم. نوریا خاله چند سال شد از تاشکند گفته آمدگیشان با 42 سال شده است. 42 سال با برای دهه آهالیک به زنی زیبای آهالیک شده گشته. میخواستیم وقت خوش رو کنه اما که عزیزی را در جشن زادروزشان تبریک گوید. مرحبا. رحمت سلامت باشند. تشکر میگویم.
و البته از نام فرزندان عزیز، از نام زیبایتی، از نام شهرامکه، ویسالایتی، احسانکه، الهجکه، از نام نبیره ها شما را تبریک میگویم و میخواستیم شیرینی را نزدیکتر بیارن. یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. داری افلا داره شما یا любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой всегда весло. Не печалься и не жалей. زیبایتی را تبریک کنیم پدر. پدر قبلگاه است، پدر مهربان است، پدر عزیز است و برای فرزند از همه بهترین شخصیت است. رحمت. رحمت. سلامت باشد. برای پدر از همه مهربانترین فرزند این دختر است میگویم. نخواستیم زیبایتی مرحمت. از نام اولاد زاهد ها، همه سخندان ها، همه انسان هایی که معارف پرور هستند، معلم، مرحمت. بیتان نزدیکتر. السلام علیکم. اولا السلام علیکم همدیاران عزیز، مهمان عزیز، خوش آمدید به این درگاه اکامو. من همین راستش میگم حاضر کو هم تو همین رسم دیدم هم تو اماکی میسم اومدن. چیست اماکی ما خوشم زنده شده اومدن. الهیم گذشتگان تاریخ رحمت شویسه جنت کنم. خدای مهربان همین هر یک انسان چی نیت داری که نیتش برسد. همین خدای مهربان شاید که ما چند سال عمر داده باشد الان ینگملام که دیوشون بخناک همه پرمضمون همه نیوهایشون گذارن عمرشون همه وقت تاکی نیواره ایواره چیواره مونارن همه زیخ کنند فقط نیواره زیخ کنند. الهیم درگاه هم اتومان همیشه شاگرد ما حسین جان آمدن که تبریکات کنند. حسین جان شما با تشکر خیلی میندار شدین، خیلی مینداریم که من میگویم که در عرفیت میگویم که نمیگی با شارم جان احسان ایرج گوش کردون شما شهزاد شما آدم بای و انسان چون که در سراتون پدر و مادرتون هستند. از پرسیدن که از اون کس پرسیدن که در دنیا از همه بای کس کی گفته سونی گفته است که از همه بای کس آن شخص می باشد که پدر و مادر داشته باشد. ایرج شاگردا جانکام در دنیا از شما بای انسان نیست من چون که ستومی خاندان شما چراغ بینابان شما من همینجا هستم در سرتون همه وقت ساغ باشتون سلامت باشم. ما همه اولودا ما طرفداری همین که اینه منم دیگرشون خوشا پیر به دولت شوند این سال با اومدن این دوره کلام کنیم یک توی کلام باز می کلام کنم منم خیلی شیشته صحبت چرچه کنیم. رحمت کلام اعتبارتون سلام باشم. رحمت سلامت باشد. تشکر. باز دوام میکنم سخنها را فرقت با مرحمت. مرحمت. خودرکه همه رقص کتیمیم خیلی وقت رو نگیریم سرود میگذاریم یک جای میرقصیم فرصتی میکنیم. شبنم گلینم بیا بالینم آی آوجو برار بیا بالینم شبنم گلینم بیا بالینم آی انار انار بیا بالینم شبنم گلینم بیا بالینم آی
شله میآید در موی سیاه شله میآید باز غمه شله میآید در موی سیاه شله میآید ای باغ و بهار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم ای باغ و بهار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم ای انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم ای انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد اوی اوج و برار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم اوی اوج و برار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم اوی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم اوی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم اوی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم اوی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم ای بلال زور صاف میان پر کن همه جان در پسی بهار یارم بلال زور صاف میان پر کن همه جان در پسی بهار یارم
السلام علیکم مهمونای عزیز هم یک بار خوش آمده دادا جان دوی 100 ساله شده سری مونگا سرخ سلامت کرده السلام علیکم مهمونای عزیز خوش آمده به درگاه لکه جان لی 120 ساله شده янgamлон ки кӯша пеш шавед дар дилатон чӣ орзуи ниятакҳои нек дорӣ ҳамаш ҷомеа амал карда эраш ҷам табрик мекунам лоин сад ба дуро дарав биё як келмаи хушрӯ биёрему хизматҳои янgamлонҳои мулакама карда хизматам муҳтарам дагёдум رحمت سلامت باشید. حضور می‌خواهیم اگر وقتتون را گرفته باشیم زادروزتان مبارک باشد. خدا کند 120 سالگیتان و حاج بابا و حاجیانش آمدگیتان را تبریک کردن برای ما نصیب کند. در خدمت شما البته شهرنام بودن. سلامت باشید و رحمت. اینک بیننده های عزیز امروز ما در این خانواده زیبای شهرتمک مهمان شده در جشن زادروزشان از نام فرزندانی که در مسافرت هستند از نام نبیره های شیرینشان تبریک کرده لحظه های خرسندی این خانواده کلان را نیز پیشکش شما کردیم. با ما باشید با شبکه شهنان سلامت باشید رحمت مهمانداری و سلامت باشید.